میریم سراغ اطفال نازنین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. اسم تو چیست؟ توحید. ماشاءالله توحید بیادر، خیلی خوش آمدی به برنامه خودت. جزاک الله خیر. ماشاءالله آماده هستی که بعضی سوالا را با تو مطرح کنم جواب بدی؟ خب پیشتر ما عرض کردیم که نسلی که در دیار خلافت زندگی میکنن باید با تربیت اسلامی، با روحیه دینی تربیت شود. حال از تو یک مسئله اساسی را سوال میکنم که برای هر کسی که میخواد که مسلمان شود، برای هر کافری که میخواد مسلمان شود یا برای هر مسلمان ضرور است که را بدانه اسلام چیست. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام یعنی تسلیم شدن برای الله متعال که او را به یکتا بپرستیم و از آن امرش نافرمانی نکنیم که آن سه و از شرک بزرگیم که آن سه درجه دارد، اسلام و ایمان و احسان که هر درجه خودش ارکان دارد. اسلام با حجت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الدین عند الله الاسلام. همانا دین در نزد الله اسلام است. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ماشاءالله. پس کسی که بغیر از اسلام دیگر دین را بجوید که او پس گرفته نمی شود و در آخرت از زیانکاران است. خب ماشاءالله جزاک الله خیرا. توحید بیادر مسائل ابتدای اسلام به خوبی تشریح کردی، جزاک الله خیرا. و ایاک. حال میریم طرف بیادر دیگر. اسم شما؟ جعفر. جعفر بیادر، خیلی خوش آمدی به برنامه. جزاک الله خیرا. ماشاءالله بیادری قبل ما توحید اسلام تعریف کرد که چگونه یک نظامی است. حال میشه برای ما بگویی که کسی که میخواد به اسلام داخل شود با چی چیزی به اسلام داخل میشه؟ باید که لا اله الا الله را شرط و شروط بداند و عمل کند صادقانه و به اسلام داخل می شود. این بدبختیه که در سر مردم آمده است در روی دنیا سببش این است که شرط و شروط لا اله الا الله را نمیداند. ماشاءالله بسیار به خوبی تشریح کرد و برای مسلمانای امروزی هم نصیحت کرد که آنچه از نابسامانی ها و از پسمانی های مسلمانان در دنیا است در قبال دین، همیشه علتش ازی بوده که اینا به خوبی کلمه توحید درک نکردن. حال میریم سراغ بیادر دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. اسم شما؟ طلحه. فکر کنم خودت پشتو هم بلد هستی نه؟ حال از تو سوال میکنم مفهوم لا اله الا الله چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله. لا اله نیست معبودی بر حق الا الله مگر الله. محمد رسول الله. محمد فرستاده الله. لا اله الا الله بر دو تقسیم میشه. لا اله نفی، الا الله اثبات. لا اله نفی یعنی کار کردن از آن چیزی که غیر الله عبادت میشه. هر نوع عبادت یگانه حق الله است. محمد رسول الله چند شرط دارد. 4 اطاعت کردن به امر، تصدیق خبرش، دور شدن از منایتش، اطاعت الله کنند به طریق رسول الله صلی الله علیه وسلم. ماشاءالله طلحه بیادر به خوبی تشریح کردی. ما دانستیم که لا اله الا الله و محمد رسول الله از خود شرط و شرایطی داره. لا اله جزئی نفی و الا الله جزئی اثباتش است، اثبات وحدانیت الله را بیان میکنه. به هر صورت جزاک الله خیرا از اینکه معلومات خوبی را کردی، سپاس. حال میریم سراغ بیادر دیگر. اول خود با معرفی بگیرن. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. اسم شما؟ ابراهیم. خب ابراهیم بیادر، خیلی خوش آمدی به برنامه. جزاک الله. قرار معلومات های ابراهیم بیادر از قوم تاتار بوده که اصلش بر روس میره. زبان روسی بلد هستی؟ کک دلبرات؟ خرشا. نرمال نه؟ ده. ماشاءالله. و این اصل از زبانش اصلی روسی است. ایجا الحمدلله با برکت می خلافت در سرزمین خلافت آمده و زبان فارسی آشنا شده و زبان ازبکی همچنان شاید آشنایی داشته باشه و این البته برکت اسلام است که نصیب فرزندای مسلمان ها میشه. جزاک الله خیرا. به هر صورت ابراهیم حال میریم سراغ سوال ها. آماده استی جواب بدی؟ البته. چنانچه خودت هم شاهد بودی و شاگردای دیگه هم شنیدن، بیادر محترم ما در مورد معنای کلمه توحید و حقیقت کلمه توحید با شنوندگان عزیز تشریح کرد. از تو سوال میکنم که شروط کلمه چیست؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شروط كلمة خشتة: علم، إخلاص، يقين، صدق، تسليم، محبات، تسليم، قبول، محبات، الوراء والبراء. ضد علم جهل، ضد إخلاص شرك، ضد يقين شك، ضد صدق كذب، ضد قبول إنكار، ضد تسليم شركشي، ضد محبت بغض كده، ضد الوراء والبراء. غير جلا بدشای، غير جلا بدیدن. ماشاءالله. حال خودت شروطی کلمه را بیان کردی و ضدش هم بیان کردی، میشه هر یکش تشریح کنی؟ البته. یکو شرط لا اله الا علم است. حجت: فعلم انه لا اله الا الله. پس یقین بدان نیست نبودی بر حق و جز الله. حديث عن عثمان ابن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات فهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه المسلم. کسی که بمیرد او بداند نیست نبودی بر حق بجز الله داخل جنت می شود. دیگر شرط لا اله الا الله اخلاص به حجت: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. امر نشدن بندگان مگر اینکه الله را عبادت کنند خالصانه برای دین است. حدیث عن ابو هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اسعد الناس بالشفاعة من قال لا اله الا الله قال سمیع قلبه و نفسه. رواه البخاری. سعادت برداری مردم ده خوشبختری مردم در روز قیامت به شفاعت با کسی که بگوید او بداند نیست نبودی بر حق بجز الله خالصانه از قلبش و جانش. ماشاءالله، جزاک الله خیرا. تکبیر. الله اکبر. تکبیر. الله اکبر. دولت الاسلام باقیه. دولت الاسلام باقیه. خب جهان سپاس از بیادر محترم ابراهیم که 3 شرط کلمه لا اله الا الله را بیان کرد. حال میریم سراغ بیادر دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. اسم شما؟ سلمان. سلمان در برنامه گذشته هم اشتراک کرده بود، به برنامه کنونی هم خوش آمدید میگیم. جزاک الله خیرا. آماده است که شرطهای باقی مانده کلمه را ارائه کنی با تفصیل؟ البته. ماشاءالله. شرطهایی که باقی مانده بود کدام ها بود و به طور مسلسل تشریح کن. بسم الله الرحمن الرحیم. شرط باقی مانده 4 تا: صدق و حجت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مردم پین داشتن که ما ایمان آوردیم و به حال خود گذاشته میشن. الله را این امتحان میکند. الله امتان پیشتر را امتحان کرده و الله صادقان و کاذبین را جدا میکند. حدیث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. متفق عليه. پس کسی که گواهی نیست معبود بر حق مگر الله و گواهی محمد فرستاده الله برده الله بر حق است و این گواهی صدقا از قلبش باشد، الله برای او آتش جهنم را حرام میگرداند. ماشاءالله. شرط 5 قبول. حجت: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. و آنان چنان بودند که وقتی گفته میشد برایشان نیست معبود بر حق مگر الله و سرکشی میکردند و میگفتند معبودان خویش را ترک کنیم برای یک سخن شاعر دیوانه. 7 تسلیم. حجت: وانیبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. و پیش از آنه که بر شما عذاب میاد، عذابی که مدد داده نشد، به الله رجوع کنید و در برابر او تسلیم شوید. حدیث قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. شما کسی مؤمن نشد تا اینکه هوا وسی و دوستی و توبه موافق آن چیزی که آورده من نباشد. محبت به حجت: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. و از مردمان کسانی اند که به جز الله همتایان میگیرند و آنها را دوست میدارند به مثل دوستی الله، و کسانی که ایمان آوردند در دوست داشتن الله قوی ترند. حدیث انس ابن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه كما أن يقذف أن يكره في النار. متفق عليه. در انسان 3 چیز باشد او لذت ایمان چشیدگی است:
یکمش الله و رسولش را همه محبوبتر و بالاتر داند. دومش یک چیز را دوست می‌دارد برازگی الله دوست دارد. سومش از اسلام بازگشتن را همه خیلی بد می‌بیند که مثلی که خودش را بر آتش جهنم داخل کرده است. خب ماشاءالله جزاک الله خیرا. سلمان بیادر شرط های باقی مانده کلمه توحید به خوبی تشریح کرد. جزاک الله خیرا. فیاک. خب حال فکر کنم جعفر کدام گفتنی در اخیر داره. بفرما جعفر. انشاءالله در درس‌های آینده مقابل توحید که شرک هست، انشاءالله ما در درس‌های آینده وضح بیان میکنیم. با امیدی که تا هفته آینده الله تعالی ما را حیات نگه بداره و از جعفر و از همسنفانی جعفر درس جدیدی بشنویم که عبارت از ضد توحید شرک بوده است. به هر صورت جزاک الله خیرا، نزدیک پیامی بسیار جالبی را در اخیر را کردی. حال سراغ طلحه میریم. طلحه یگان پیام و یگان گفتنی در اخیر داشته باشه. السلام علیکم طلحه. و علیکم السلام. چی تحفه چی هدیه داری برای برنامه امروزی؟ قرائت قرآن از سوره مؤمنون. ماشاءالله. با تلاوت آغاز بکن کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون.